یه لیوان شکر رو اضافه میکنیم. مدت 8 دقیقه هم میزنیم. توی این مرحله روغن، ماست و پودر هل رو اضافه میکنیم. دوباره هم میزنیم. حالا آرد و بیکینگ پودر رو که با هم الک کردیم و به مواد اضافه میکنیم. کیک رو میذاریم داخل فر به مدت 1 ساعت با دمای 140 درجه سانتیگراد. حالا در این مرحله میریم سراغ درست کردن شربت کیک. شکر رو میریزیم، آبم اضافه میکنیم، گلابم میریزیم، زعفرون دم کرده به همراه 2 عدد هل. کیک رو از داخل فر در میاریم و چند تا سوراخ توش ایجاد میکنیم و شربت رو میریزیم روی کیک.